رادیو وای. مرثیه‌ای برای شهید. درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. درود به مردم شریف ایران. یاسر جانبخشی هستم، میزبان شما در پادکست رادیو وای. ما در اینجا رادیو رو با وای میشنویم. این اپیزود تقدیم میشه به مردان و زنان شهیدی که در راه آزادی و برای ایران جونشون رو فدا کردن، ولی یادشون همیشه جاویدان خواهد بود. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. شهید یا جاویدنام به اشخاصی گفته میشه که در راه وطن، ناموس و آزادی کشته میشن و منحصر به دوران معاصر نیست و تاریخی به درازای تاریخ ایران داره. برای مثال بابک خرمدین یکی از شهدای ایرانی تبار هست که در راه آزادی وطن کشته شده و ممکنه بعضیا نشناسنش. بابک رهبر اصلی مبارزان ایرانی علیه اعرابی بود که در دوران خلفای عباسی به ایران حمله کرده بودند. آذربایجان پایگاه اصلی بابک بود و این مبارزه حدوداً 20 سال طول کشید تا اینکه در گیر و دار این جنگ ها یکی از یاران بابک بهش خیانت میکنه و اسیر میشه و معتصم عباسی دستور میده که بابک رو به سامرا بیارن تا اعدامش کنن. بابک بدون شک یکی از اسطوره‌های تاریخ ایران زمین است و اعدامش بدون شک یکی از تلخ‌ترین رویدادهاست. ابن جوزی می نویسد که وقتی بابک را برای اعدام بردن، خلیفه در کنارش نشست و به او گفت تو که همه استواری نشان می دادی، اکنون خواهیم دید که طاقتت در برابر مرگ چند است. بابک گفت خواهید دید. چون یک دست بابک را با شمشیر زدند، بابک با خونی که از بازویش فوران می کرد صورتش را رنگین کرد. خلیفه از او پرسید چرا چنین کردی؟ بابک گفت وقتی دستهایم را قطع کنند خونهای بدنم خارج می شود و چهره‌ام زرد می شود و تو خواهی پنداشت که رنگ رویم از ترس مرگ زرد شده است. چهره‌ام را خونین کردم تا زردیش دیده نشود. به این ترتیب دستها
و پاهای بابک را بریدند. چون بابک بر زمین در غلتید، خلیفه دستور داد شکمش را پاره کنند. پس از ساعاتی که این حالت بر بابک گذشت، خلیفه دستور داد سرش را از تن جدا کنند. پس از آن چوبه داری در میدان شهر سامرا افراشتند و پیکر بابک را بردار زدند و سرش را خلیفه به خراسان فرستاد. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه‌ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. بابک خرمدین یه جمله‌ای داره که میگه یک روز شاهی به از 40 سال بردگیه. مهم نیست که زنده بمانم یا بمیرم، هر جا که باشم یا از من یاد شود، من آنجا پادشاهم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم. بعد از انقلاب 57 تعریف شهید شکل دیگه‌ای هم پیدا کرد و به معترضینی که در جریان انقلاب کشته شدن شهید گفتند، تا اینکه در 31 شهریور سال 1359 شمسی کشور عراق به ایران حمله کرد و مردم برای دفاع از خاک وطن به جبهه‌های جنگ رفتن و جونشون رو گرفتن کف دستشون و متاسفانه خیلی هاشون هم دیگه برنگشتن. چه میجویی؟ عشق همینجاست،
چه میجویی انسان؟ اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است. بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید آن یار او هم اینجا باشد. ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندرد. عقل‌های محجوب و آیینه‌های غیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندرب را دریابند؟ حیات اندرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برنگردیم. حقیقتش یکم ساعت میگه ما که اومدیم که برنگردیم. یه شهید باکریه وصیتی داره، میگه که برید دعا کنید شهید چی، چون که بعد جنگ میگه رزمنده ها 2 دسته میشه. یه دسته که غرقی پول و مادیات و اینا میشه، کلا یادشون میره که چی کار کردن، چی کاره بودن. یه دسته که کلا پشیمونن از گذشتشون و میگه که فقط یه دسته هستن که وفادار به گذشتن. میگه اینا از شدت قصه دق میکنن. میگه برید دعا کنید شهید شید. این سربازه که امروز جونشو میده بخواد فردا مملکتش و خانواده‌اش و همه توی رفاه و آسایش باشه. ما هم یه ذره جونی داریم اومدیم بریم میگذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید، در دل ما جاویدی ای شهید. میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان. چون روید لاله از خاک تو، یادارم از جان. آقا این گمنام 61 داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله. آره سومار. کجا؟ سومار ممدلی سومار. آواز خانم سومار نداره. دکتر رو بداز من نگیرم. مادر کی داری میگردی؟ 3 ساله. ببین بچه تو خوشگله. اومدم دوستاشو مسخره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه. نمیدونم. به روز گفتم مامان اومدم دیشب بخوابه، همسادمون اومده که یه پلاک آوردن یه سری اسکلتش، اومدم ببینم هست تو اینا یا نه. دیدم هست. هر کی پرسیدم گفتم نیست. ولی خب عروسیشو برگزار کردیم هفته پیش. خیلی باشکوه بود، خیلی خوب بود، ولی خودش نبود. داماد بینامونشون دیده بودین شما ها؟
داماد بینامونشون هیچ نیستش، ولی مال من بهروزم بینامونشون بود. عروسش بینامونشون هنا بندون کردیم، فامیلا جمع شدن شب هنا بندونش کردیم، ولی خب داماد نبود، عروسش نیاورده بود. مامان اومدن دوستاتم دیدم، مامان تو نبودیم، مامان دیگه میرم خونه، مامان قربونت برم مامان. مامان جان امشب بیا بخوابم، بگو مامان کجایی عزیز دل مامان. زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. گم گشته دیار محبت کجا رفت، نام حبیب هست و نشان حبیب نیست. بالاخره بعد 8 سال جنگ تحمیلی تموم شد و همینطور گذشت زمان باعث شد تعریف شهید همچنان دسته‌بندی‌های جدیدی به خودش بگیره و حکومت با توجه به نفع سیاسی خودش لقب شهید رو به هر شخصی که بخواد میده. دلیل مرگ هم مهم نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین با سرچ کلمه شهید در گوگل و ویکی‌پدیا این دسته‌بندی‌ها رو مشاهده کنین تا مطلع بشین که به چه افرادی لقب شهید داده میشه. نکته‌ای که مهمه اینه که مردم ایران خودشون متوجه هستن که چه کسی رو بعد مرگ شهید خطاب کنن. روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، شهر سیلی خورده هذیان داشت، بر زبان بس داستانهای پریشان داشت. زندگی سرد و سیاه چون سنگ، روز بدنامی روزگار ننگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. مرزهای ملک همچو سرحدات دامنگستر اندیشه بیسامان. برجهای شهر همچو باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو. انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرد هم آورد دشمن. تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما براندیشند. نازک اندیشانشان بی شرم، که مباداشان دگر روز بهی در چشم. یافتند آخر فسونی را که می جستند. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری می دهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ، آرزومان کور بر بپرد دور. تا کجا تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان. لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران که غمگین کنار در.
کم کمک در اوج آمد پشپش خفته. خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد، خروشان شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش، چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، در این پیکار در این کار دل خلقی است در مشتم. امید مردمی خاموش هم پشتم، ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست. رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامانساز پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. پس آنگه سر به سوی آسمان برکرد، به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین بدرود خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاکبین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند. زمین میداند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است. نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. گرنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بیتاب میزد جوش. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. به یال کوها لغزید کم کم پنجه خورشید، هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. نظر افکند آرش سوی شهرآرام، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه. سرود بی کلامی با غمی جانکاه، ز چشمان بر همی شد با نسیم صبحدم همراه. کدامین نغمه می ریزد، کدام آهنگ آیا می تواند ساخت، تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند، تنین گام هایی را که آگاهانه می رفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردنبندها در مشت همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های اشک پی در پی فرود آمد. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر باز گردیدند، بی نشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های البرز.
قصه میخونه. غم سردارای جنگل به دل خزر میمونه، دوباره خروش کارون قلب شب رو میسوزونه. چشمای معصوم زردوش از یاد عرس نمیره، قلعه ها میریزن اما بغض بابک نمیمیره. دیگه از غرور این خاک چی میمونه چه بیرونه، واسه بچه های البرز چه کسی قصه میخونه. قلب من زندان است، نقب در نقب قاره مدفونی است. آرزوها اندر آن شبحی آدمگون، عشق بی عطر گدا، خشم بی دندان پیچان در خویش، کینه بی حربه سر در کف گم، بین در اوج عقابی است عبوس. آه قلبم چه هراسستانی است. پشت دیوار دلم آسمانی است چون نیلوفر سبز، بال پرواز در آن همه ساز. آفتابش خندان، کهکشانش شط روشن در شب. ای جدار عبس، ای یاوه حصار، من چه نزدیک و چه دورم از نور. همه شب برمی آید از این شب صوت غمگین محبوسی از حجره تنگ. آه ای آزادی، وطنم قلب من است، قلب من زندانی است. بارون امشب توی ایوون مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود. توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره. بی سرانجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو، درد دیدن و نگفتن. بی سرانجام توی فکر آسمونه که بباره، بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه. نمیدونه حتی عشقم دیگه فایده ای نداره. درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خون دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام.
شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی منه موجوده. همه مدارک که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید و آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزه. بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده و حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید و حال از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بی اثباتی بیگناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکم حق ناعادلانه که به پسرم داده. دلم میخواد همه دنیا بدونن که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو کشتی مادرم رو خوشحال کنم، اما چه کنم که نشد و زور چرخ روزگار و عرقایی که من تو کشتی ریختم چربید و اشک مادر من در آورد. اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمان‌های حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. انشالله که درست بشه. تخم مرغای لای نونت نه گل محمد خیر نرفت نیش جونت نه گل محمد 100 بار گفتم پلو مخو نه گل محمد آی بر دور کوهاتو مخور نه گل محمد کو طاقت کو جاقت نه گل محمد کو برارای گل چماقت نه گل محمد فشنگ دبن قطار نه گل محمد و اخبار و جنگ سبزوار نه گل محمد ای نه گل محمد. بام دادم من خسته از با خویش جنگیدن، خسته سقاخانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. سپ پیادگان سرداراسته است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته. تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند
تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقرازش بچینند. در برابر صف سم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی، کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت خوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید عریان، با خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش. وینک رپرپه طبل، تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم، حابیلم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش، که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرمسار می‌کند. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن، شادی کنن. حکایت از چه کنم سینه سینه درد اینجاست، هزار شعله سوزان و آه سرد اینجاست. نگاه کن که زهر بیشه در قفس شیریست، بلوچ و کرد و لر و ترک و گیل مرد اینجاست. بیا که مسئله بودن و نبودن نیست، حدیث عهد و وفا می رود، نبرد اینجاست. بهار آن سوی دیوار ماند و یاد خوشش، هنوز با غم این برگ های زرد اینجاست. به روزگار شبی بی سحر نخواهد ماند، به روزگار شبی بی سحر نخواهد ماند. چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجاست. جدایی از زن و فرزند سایه جان سهل است، تو را ز خویش جدا می کنند درد اینجاست. تو را ز خویش جدا می کنند درد اینجاست. این نامه را برایت از خاک کوچه های سر با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده ها ز لب، چون روز دیگر آید روحم جان سبزه هاست، خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست. سوگند
به انتهای این اپیزود رسیدیم و برخلاف اپیزودهای قبلی ممکنه حال دلتون با شنیدنش خوب نشده باشه و احتمالاً مثل خودم که موقع ساخت این اپیزود پر از بغض و خشم هستم به شما همین حس منتقل شده باشه. ولی خب داستان زندگی همینه. قرار نیست همیشه خوب و خوشحال باشیم. خیلیا در طول تاریخ ایران بودن که از خودشون گذشتن تا ایران برقرار باشه و تعدادشون انقدر زیاده که نمیشه در قالب یه اپیزود بهشون پرداخت. کمکاری من رو به بزرگی خودتون ببخشید. سعی کردم زیاد حرف نزنم و حرفامو با انتخاب موزیک و اشعار مناسب و همچنین با صدای مردم ایران به گوشتون برسونم. به قول هیچکس شهید لات بودم. تا رادیوهای بعدی مراقب خوبیاتون باشین و خدا نگهدار. الو 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 سلام. سلام شوی. خوبی؟ خوبی خوشی. سالمی؟ کجایی؟ سالمی؟ میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستامون انتقال بدن تهران. زنگ زدن از خونه؟ زنگ زدن از خونه. شما عبرتید الان؟ نه زیر زمین. زیر زمین. فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وحید آسیب دیدن؟ نه ستامون معاینه کردن. ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وحید فقط اسم تو رو بردن. نه از پزشکخانه اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکخانه اومدن. ستامون من که معاینه کردن حبیب وحید هم گفتن معاینمون کردن. خب عکس گرفتن نوشتن هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید. یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت. درست. همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. درسته. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران. زندان مقصدش هم معلوم نیست. اینجور که بهمون گفتن. اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟ ها میدونیم. اسمشو میگی؟ خادم الحسین رئیس گارد زندان بود. خودش دیگه؟ والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون. اوکی. خب حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوریه، وقت تلفنم خیلی ندارم، بعد فقط چیزی که هست حواس جمع بکن. حالا این روزا خیلی حساسه، مثلا معانی بابایی سواد ندارن، هوش درست حسابی ندارن، این ورور حالا میرن زیاد دارن میرن میدونم، حرفی چیز اشتباهی نگن که بعد سوء استفاده بشه. میفهمی؟ متوجهم. کنترل احساساتشون دارن. کنترل احساساتشون دارن. مثلا دعوایی چیزی هیچ بحثی پیش نمیاد. حرفی نزنن. متوجهم. حواسم کاملا. کسی ناراحت بشه، کسی بهش بر بخوره. کاملا حواسم هست. خیلی خوب همین. پشتت به همه گرما. حتما شک نکن که پشتت به همه گرم. شک ندارم. خب داری میری شیراز هم میرم، دنبال همه کارا هستم. تهران هم هستم، شیراز هم هستم. خیلی خوب. خیالت راحت باشه. خیالمون راحته. خب کار نداری؟ هر حرفی داری بزن بهم. انشالله که درست میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی بشه. درست میشه. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشته. اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون نداره. خیلی خوب. بی خیالم راحت. کار نداری؟ قربونت برم. قربونت. خدا. خدا.